سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز میخوایم یه طرح خفن بک‌گراند تلفیقی که اینقدر خوش رنگه که داخل انواع شهادت ها میتونید ازش استفاده کنید رو آموزش بدیم. خیلی من شخص عاشق این بک‌گراندم، چون هم تلفیقش قشنگه، هم از المانهای جدید و قشنگی قرار استفاده کنیم. یک بک‌گراند این شکل من از سایت ter.ir داخل آرشیوم داشتم. ببینید آیدی ter.ir هم اینجا خورده، منبعش ter.ir، ولی باز شما میتونید از فریپیک هم دانلود کنید، بزنید بک‌گراند بنفش انگلیسی داخل گوگل ترجمه و برای شما انواع بک‌گراند بنفش رو میاره. خب طبق روال ما لایه بیس و بک‌گراند پایمون رو کاری نداریم باش و به صورت نرمال قرارش میدیم. میریم سراغ ابزارهامون. اولین چیزی که من نیاز دارم و میخوام به کارم اضاف کنم یک چنین اسلیمی بسیار جذابه که اونو میام میذارم اینجای کار. خب روی لایه‌اش کلیک راست میکنم، رسته ازی لایر رو میزنم که از حالت بسته خارج بشه، از حالت اسمارت آبجکت. در مرحله اول اوپاسیتی رو روی 70 قرار میدم که یکم به خورد بک‌گراندم بره. خب روی لایه‌اش کلیک راست میکنم، به بخش بلندینگ آپشنز که رفتم یک پترن خاکی شکل به کارم اعمال میکنم. اوپاسیتی هم روی 100 قرار میدم و میتونم با اسکل این پترنم تکون بدم که یک حالت جذاب به کارمون بگیره. اوکی رو میزنم. اوپاسیتی هم که روی 70 قرار داره میرم به بخش ادجاستمنت ها و هیو سچوریشن رو فعال میکنم. این گزینه پایین رو میزنم که فقط ماسک بشه روی اسلیمی. این رو میارم به آخر کار که به حالت بنفش نزدیک بشه کارمون. خب روی لایه اسلیمیمون کلیک راست میکنم، به بخش بلندینگ آپشنز که میرم 2 تا تنظیم باید اعمال کنم. تنظیم اول روی پترن کار یک پترن طلایی انتخاب میکنم با مود رنگی نرمال و اوپاسیتی 70. اوپاسیتی رو میارم روی 70 قرار میدم. اسکلش هم که تنظیم کردم میرم به بخش بالا و بلندینگ آپشنز رو کلیک میکنم. از این دو اهرم کناری میتونم استفاده کنم و اسلیمی هام رو به خورد بک‌گراند ببرم، در صورتی که بک‌گراند ما بافت داشته باشه، مثل این بک‌گراند بنفشی که داریم استفاده میکنیم. وقتی اینا رو تکون بدیم میبینید که اتفاقای جذابی داره میفته. اما اگر میخواید خیلی ظریفتر به خورد بک‌گراند بره، کلید آلت رو پایین نگه دارید، همزمان این بیلبیلک به 2 قسمت تبدیل میشه و شما میتونید کار خودتون رو تنظیم کنید. این از این. من میرم به سراغ هیو سچوریشن. یه هیو سچوریشن رو ماسک میکنم روی کارم و اون رو میبرم به منفی 180. ببینید خیلی جذاب شد. الان دقیقا اسلیمی ما با رنگ بک‌گراند ما رنگ اوکی شد. بنابراین این نکات رو باید رعایت کنیم. من یه دونه از این کپی میگیرم و میارم پایین کار قرار میدم که پایین و بالا داشته باشم، این محیط بشه برای نوشتن متن من. حالا ببینید من میخوام چیکار کنم. روش بک محو رو اجرا میکنم، اما داخل این بخش میخوام از یه سری تایپوگرافی یا حالا کالیگرافی استفاده کنم. یعنی چی؟ میرم داخل سایت فریپیک آقا جان. اینجا وقتی داخل گوگل ترجمه بزنید خطاطی عربی برای شما عربیک کالیگرافی و اون رو وقتی اینجا سرچ کنید انواع اقسام کالیگرافی برای شما میاد. ببینید این خیلی قشنگه. با این شما میتونید بهترین تر رو بزنید و من این کالیگرافی رو انتخاب کردم. وقتی هم میخواین یک چیزی رو موقت حالا با کیفیت نه چندان بالا از فریپیک دانلود کنید، میایید وارد این سایت میشید، سایت پیکو دی ال. وارد این سایت که بشید میتونید از فریپیک فایل های پریمیومش رو
به صورت عکس نسبتاً با کیفیت دانلود کنید. مثلا من الان این عکس رو میام روی عکس کلیک راست میکنم، کپی ایمیج لینک رو میزنم، نمیرم لینک بالا رو کپی کنم و کپی لینک ایمیج رو که میزنم میام داخل بخش جستجو و پست رو که بزنم دانلود رو بزنم، به سرعت بالاترین کیفیت موجود در اینترنت رو برای من میاره و دانلود تصویر رو میزنم و دانلودش میکنم. حالا دانلود شده اونو میارم وارد فتوشاپ میکنم. با این قسمت کار دارم، اینو سلکت میکنم، کلیک راست میکنم، لایر کات رو که زدم میرم به منوی سلکت، کالر رو انتخاب میکنم، در نهایت رنگ سفید رو انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم که کلا رنگ سفید برای من حذف بشه. لایش رو میارم داخل پروژه اصلیم درگ میکنم و میذارمش بالای کارم که مسک نشه. کنترل تی میزنم به حالت ترانسفورم و بزرگ و کوچیکی بره. زاویه رو تغییر میدم، این زنجیره رو فعال میکنم، کل کارم بزرگ و کوچیک بشه همزمان. دستی به رنگ کار نمیزنم. میام مود رنگیش رو روی هیو قرار میدم. به یه حالت جذابی رسیدیم. حالا دیدید داخل بعضی از طرح‌ها به خصوص ولادتی ها بعضی از گلاب به صورت محو مانند و اصطلاحاً بلور مانند داخل کار استفاده شدن. اینا چیان؟ یک نوع فیلتر خود فتوشاپن. الان من میخوام این کالیگرافی وسطم رو این شکل کنم. میرم به بخش فیلتر، بلور رو که بزنم انواع اقسام بلور برای من نمایش داده میشه. پرکاربردترین و معروفترینش گیشن بلوره و اون رو که بزنیم اگر ردیوس رو من تغییر بدم متوجه میشید که میزان بلوری کار ما داره افزایش پیدا میکنه. من روی 27 قرارش میدم، اوکی رو میزنم. حالا مود رنگیشم روی هیو قرار دادیم. من میخوام این کناره ها برای من یه دونه حاله مشکی ایجاد بشه. خب میرم از بخش ادجاستمنت ها سالید کالر رو انتخاب میکنم، رنگ مشکی رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، رسترزی لایرز میکنم، دوتا رو تبدیل به یک لایه میکنم، کنترل ای میزنم که تبدیل به یک لایه بشه. میرم یکی از ابزارهای سلکت صرفا لسوتور رو انتخاب میکنم، به صورت خیلی نامنظم و رندوم شروع میکنم به بخشی رو به صورت زیگزاکی و اوریپ کات کردن. اون بخش اضافی رو خاموش میکنم. این بخش کناری و میانیمون باز میرم سراغ بلور، گیشن بلور. گیشن بلور رو که زدم اینجا باید مقدار ردیوسم بیشتر بشه که پخش شدن کارم داخل محو بودن بیشتر اتفاق بیفته. ببینید الان روی 101 که قرارش بدم فکر کنم نیاز بیشتر داره روی این کار قرار بدم. خب اوکی رو میزنم. میبینیم که حالت کارمون زیاد جذاب نشد بابا جان. من پاکن رو بر میدارم، سایزش رو مناسب میکنم، هاردنس رو روی 0 میکشونم و یه جاهایی از بکگراند و اون حاله مشکی که خیلی توی دیده و توی ذوق میخوره رو شروع میکنم به پاک کردن که به یه چنین حالتی برسیم. خب ما تونستیم این کار رو الان انجام بدیم. تا اینجا بکگراند ما به نوبه خودش یک بکگراند بسیار بسیار جذابه. میریم سراغ یک بکگراند جانبی دیگه. اون رو میارم وارد کار میکنم. بکگراند دود ماننده که داخل فریپیک خیلی هست. تیکو میزنم که برام غیر فعال بشه. روی این بکگراند یه سری تنظیمات جدید باید اعمال کنیم. میذارمش در بالاترین لایه، روش کلیک راست میکنم، رسترزی لایرز رو میزنم.
مود رنگیش باید بره روی دیفرنسز. خب الان ما مود رنگی رو گذاشتیم روی دیفرنسز، خیلی اوضاع خیت شد. این چه رنگیه به ما داد اصلا؟ اما نه، نگران نباشید. یه تکنیک دیگه میخوام بهتون بگم، تکنیک تغییر دادن کانال رنگی یک پوستر. روی لایه‌اش کلیک راست، بلندینگ آپشنز میریم و داخل بخش بلندینگ آپشن 3 کانال رنگی به ما میده، RGB. اگر تیکاشون رو هر کدوم برداریم متوجه میشیم چه اتفاقی رخ میده. من الان نیاز دارم R رو فقط فعال کنم که به یه چنین تم رنگی برسم. مود رنگی هم روی دیفرنسز. اوکی رو میزنم و الان داخل این مرحله من یه ریزکاری نیاز دارم. اگر دقت کنید هر آنچه که ما اعمال کردیم روی اسلیمی های ما هم اعمال شده و واقعا جذابیت خاصی نداره. باید چیکار کنیم؟ میام روی لایه اسلیمی، کلید کنترل رو نگه میدارم و یه کلیک اینجا میکنم. میرم روی لایه آخری و لایه جدیدی که قرار دادم، دیلیت رو میزنم. الان ببینید چی شد؟ جاش داخل این لایه پاک شد و این لایه روی اسلیمی های ما تأثیر نداره. این یک تکنیک جذاب. خب الان من میرم به بخش ابزارام، این تایپوگرافی حیدر کرار رو وارد کار میکنم. حیدر رو من اینجا میذارم، سایزش رو افزایش میدم، اینجا میذارم، سلکت میکنم و کرار رو میام اینجا بذارم. هر دو تا لایه رو با کلید کنترل انتخاب میکنم، کنترل ای میزنم، تبدیل به یک لایه واحد بشن. حالا کلید کنترل رو پایین نگه میدارم، اینا رو سلکت میکنم، کلیک راست میکنم، فیل رو میزنم، رنگ کار رو سفید میکنم. اوکی رو میزنم رنگ کار سفید بشه. مود رنگی رو روی اورلی قرار میدم، میرم به بخش فیلتر، بلور، رادیال بلور رو انتخاب میکنم. رادیال بلور رو که بزنید پنجرش برای شما باز میشه. اگر دقت کنید اینجا یک مربع به شما نمایش میده، میگه اگر شما بلور بخواید انجام بدید به صورت دایره‌ای شکل و حالت گردباد مانند این کار اتفاق میفته. اگر این نقطه مرکزی رو تکون بدید از یک بخش این اتفاق میفته. من میخوام از وسط این اتفاق بیفته، مقدارش هم یکم بیشتر میکنم، 12. تایید رو میزنم، ببینم چه اتفاقی رخ میده. الان شاهد یک اتفاق بسیار بسیار جذاب خواهید بود. خیلی خفن شد بچه ها، واقعا بی‌نظیر شد. خب ما الان اینم جایگذاری کردیم آقا جان، تایپوگرافیمون رو، مود رنگیش هم تغییر دادیم. الان همه این لایه ها رو میگیرم میذارم داخل یک پوشه، میرم به بخش کال لوکاپ، بخشی که من خیلی ازش استفاده میکنم. یعنی واقعا این پروژه‌ای که ما داریم انجام بدیم، کال لوکاپ داخلش اصلا رنگ و لعاب عجیب میده. میرم اولین گزینه تو استریپ لوک رو انتخاب میکنم. چه اتفاقی رخ داد؟ وای وای وای، ببینید چه ترکیب رنگی سمی به ما داد، واقعا جذاب شد. میرم سراغ براده‌های آتش، اون براده‌های آتش رو میارم وارد کارم میکنم. براده‌های آتش هم که میدونید از کجا دانلود کنید دیگه، بزنید فایر داخل مثلا فریپیک یا هر کجا برای شما براده‌های آتش میاره و میتونید اون رو روی کارتون اعمال کنید. من اون رو روی اورلی قرار میدم، میبینم که به کارم نمیاد، اما هارد لایت مود رنگیه که برای این براده استفاده میشه. حالا من میخوام یه سری نورهای خطی داخل جای جای این بک‌گراندم استفاده کنم. میرم سراغ ابزاران و یه چنین نورهای خطی
هم آماده شو هست، هم شما میتونید خودتون درست کنید. چطور خودمون درست کنیم؟ من اینو خاموش میکنم، یه لایه جدید ایجاد میکنم، یه دونه مستطیل میکشم اینجا، کلیک راست میکنم، فیل رو میزنم، رنگ رو سفید میکنم. حالا کنترل تی رو میزنیم، زاویهش رو تغییر میدیم. حتما یک بخشش باید بیرون کار باشه، یه بخش داخل کار. ابزار پاکن رو بر میداریم، سایزش رو یک مقدار متناسب میکنیم و شروع میکنیم به پاک کردن. به این شکل کار رو پاک میکنیم، آخرش هم یه این شکل انجام میدیم. الان من اگر اون قبلی رو روشن کنم واقعا تفاوتی با بالایی نداره و شما تونستین یک نور خیلی جذاب برای خودتون درست کنید. حالا مود رنگیش رو روی اوورلی قرار میدم، میبینیم که چه حالت جذابی به کارمون داد. در نهایت هم کنتراست بک‌گراندتون رو میتونید شما تنظیم کنید، کم یا زیاد کنید متناسب با المان هایی که داخل تصویر استفاده کردید. یک بک‌گراند بسیار بسیار خوش رنگ و لعاب که واقعاً پر استفاده است برای اکثر مناسبات. امیدوارم لذت برده باشید. یا علی.